من جسارتاً میتونم از دخترتون خواستگاری کنم؟ بفرمایید. من باید بدونم اول شرایطتون چیه. مهریه چند تا میخوای؟ من تو این چیزا دخالت نمی‌کنم. دیگه هر چی بزرگتر بگی. مهریه برای شماست. هر چی بابام بگی. خب بین حق طلاق و مهریه کدوم انتخاب میکنی؟ حق طلاق. من اگه حق طلاق بهشون بدم و مهریه نخوام بدم قبول میکنی؟ به نظر من مهریه پشتوانه خانومه. حق طلاقم که دیگه پشتوانه یه آقا چیه؟ پشتوانه آقا میتونه اون خانومش باشه، اعتمادش خب باشه. چرا پشتوانه یه خانم یه آقاش نباشه؟ متقابلا اون آقام همون خودشو و وقتشو داره صرف اون خانم میکنه. پس پشتوانه و تضمین این که اون خانم با این آقا بمونه چیه؟ به نظر من اعتمادی که هر دو به هم میکنن. خب پس اون موقع ما میتونیم اینو کلامتون دیگه پس مهریه ندیم به دختر خانمتون. میتونه. آره وقتی که اون طرف مقابلم که از نظر اخلاق، احترام اینا درستش آقا میتونه نده. پس شما میپذیرین که من بیام خواستگاری شما به مهریه بهتون ندم ولی حق طلاقو بدم بهتون، ولی خب زندگی رو از صفر با هم دیگه میسازیم. بله درست. موافقی؟ بله. منم نه ماشین دارم نه خونه. نه دیگه اینا ساختنیه. دو نفر با هم شروع می‌کنن میسازن. بله. و این خیلی لذت بخشه. از صفر با هم دیگه میسازن، خیلی لذت بخشه.